درود بر شما بینندگان محترم تلویزیون جهانی تصویر ایران، تلویزیون جهانی تصویر مرز پرگوهر. امیدواریم هر کجا هستید سلامت و خوب و خوش و موفق باشید و زندگی به کام باشد و بهترین لحظات دقایق نیز در انتظارتان باشد. در خدمتتون هستیم و یکی دیگه از برنامه گفتنی ها بر قسمت اول برنامه گفتنی هاست و در قسمت دوم برنامه شعر و موسیقی رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم مطابق همیشه مورد توجه شما قرار بگیرد و تمام تلفن های محبت آمیزتون متشکرم. خدمتتون عرض کنم در زبان فارسی ما یک بیت شعر داریم که خب شاید هم حتما میدونین که میگن تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیسان. حتما میدونید چون این شعر قدمتش خیلی زیاده، ولی خب الان زمانی است که در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم. تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیسان. همون گونه که آگاه هستید فعلا در این بره از زبان در قرن 21 جرثومه هایی هستن مثل داعش و بوکو حرام و اینا که میدونین به راستی وحشتی در جهان اینا تولید کردن، اینا به وجود آوردن. دنیا رو اصلا با من که تصور میکنم همه مردم میترسن، فکر میکنن همین امروز یا فردا یا لحظاتی بعد برنامه‌هایی براشون به وجود بیاد که باعث از بین رفتنشون بشه. چون اینا ببینید اینا مرز نمیشناسن و این جرثومه کلمه خوبیه. جرثومه یعنی لجن. تو فارسی که برین لغت معنیش، لغت فارسی میگن جرثومه یعنی لجنا. اینا واقعا هم بازم لجن، بازم بعضی لجنا رو آدم به تنش میاره خوب میشه، ولی کلا جرثومه های قرن 21 میشه به اینا لقب داد که از کم و کیف آگاه هستید. همین در اخبار امروز بود که بوکو حرام رفتن تو نیجریه که میدونین چاهای نفت و میرن اون جایی که چاهای نفت هست، درآمدهای نفتی داره و از این طریق دارن بهترین درآمد رو برای خودشون به وجود میارن. و باز همون گونه که باز هم آگاه هستید داعش هم که داره میره سوریه و رسیده به یکی از این شهرهای سوریه که همس هست رسیده و خدمتتون عرض کنم اونجا هم داره به تمام معادنی که نفت هست دارن به اصطلاح اونجا هستن و خودشون میبرن، خودشون هم میدوزن، هر چقدری که بخوان استخراج میکنن، هر چقدر بخوان میفروشن. عرض کنم خدمتتون بوکو حرام تو نیجریه است، داعش هم که تو سوریه است، حالا تو همون جاهایی که هستن که اینا مخصوصا میرن جاهایی که نفتخیزه، درآمد داره، منبع درآمد داره. خب هر چی که دلشون بخواد به دست میارن، مضافاً این که از کشتن زن و بچه و پیر و جوان هیچ کدومشون خودداری نمیکنن. من نمیدونم اگر ماها، یعنی الان شما که دارین تصویر من نگاه میکنین، فقط تصور کنیم که ما یک جانورانی جرثومه‌های میان و سر انسان‌های بیگناه رو میبرن. اینا رو تمامشون دیدین تو جراید، دیدین تو اخبار، تو جراید خوندین، تو اخبار دیدین، به خصوص در بعضی تلویزیون‌ها. این بیچاره‌ها مردا رو دست پشت دستاشون رو بستن که دیدین دیگه، گفتنش بیشتر باعث ناراحتی میشه. اینا رو با شکم خوابوندن و دورو تق و تق و تق میزنن. اصلا مگه میشه؟ باور کنید من بعضی وقتا نگاه میکنم اینم آقا یه مورچه هم انسان زیر پاشنه بیاد، اصلا امکان نداره. شما ببینید یه مورچه رو زمینه، امکان نداره، از محالاته، پاتون بذارین روش، از محالات یعنی این کار. ولی این جرثومه ها، این جانوران قرن 21 راحت اینا رو درو میکنن، میرن مردا رو میکشن، بچه ها رو میفروشن، به زن و بچه مردم تجاوز میکنن. تصور بفرمایید که بازم فکر کنید که این جرثومه ها این دخترای جوان مردم رو میگیرن بهشون تجاوز میکنن. ببینید اینا فکر نمیکنن که چه اتفاق میفته، اون بدن کثیف خودشون رو خالی میکنن و خب چه نسلایی از اینا به وجود میاد. من باورم بفرمایید که من ممکن نگاه میکنم به نسل هایی که از این جانوران به وجود میاد، با این همه عقده، با این همه بیماری. تصور بکنید چه نسل هایی میشه اون بچه ها. به هر حال که حالا چیکار میکنن؟ حالا چرا این شعر گفتم؟ به خاطر اینکه در همین زمینه‌ای که دارن اینا اینطوری نفتا رو میفروشن، دلالای نفت هستن، کسانی که از خون مردم ارتزاق میکنن که دیدین وای میرن اونجا و نفتا رو به هر قیمتی باشه میخرن و باز هم حکایت تاغار شکستن، اون تاغار شکسته و ماستا ریخته، اینا جزء کاسلیسانش هستن که دارن آقا هر طوری بخواین میفروشن. و دیدین که الان تو مارکت ها همه جای دنیا، کی تصور میکرد نفت بنزین امروز من خریدم، من همین دیروز زدم $3 و 12 سنت 13 سنت زدم. خب
حالا ایناش به جای خودش، ولی منظور که دارم میگم یه عده افرادی هستن که دنبال زمانن، سودجوان، فقط دنبال یک مسائلی میگردن دری به تخته بخوره، این دو جانوران جرثومه‌هایی بیان و اینطوری به مال و ثروت ممالک کشورهایی که دیگه هستن که خودتون میدونین تجاوز بکنن، نفتاری بفروشن. اینا وای میسن میخرن. بنابراین همون کاسلیسایی که اینا هستن که رول کاسلیسا رو ما داریم میگیم، اینا درست همون رول کاسلیسان را بازی میکنن که دارن میخورن میبرن، دلالن دیگه. اینا که دیگه فکر اینی که میکنن که آقا این چی بوده، این از چگونه به وجود اومده، این نفتی که الان ما پاش واسدیم داریم به این ارزونی میخریم، به خون چه ملتی چه مردمی با همه اینا من نمیفهمم که اصلا چه جوری میشه این پولا رو خورد، چه جوری میشه خرج کرد و چه جوری میشه این گونه بود. یعنی عرض کردم خدمتتون شما محاله که، یعنی من مطمئن هستم 100% یه مورچه رو ببینین پاتون رو بذارین روش. حالا اینا با جان و مال و ناموس و ثروت مردم دارن دست درازی میکنن و هیچ کسی هم بگه آقا چرا. البته میگن، ولی من نمیدونم، مثل این که این گفتن از اون گفتنهایی نیستش که ما دلمون میخواد. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ولی تاغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیسان. و اولین ویدیو موزیکمون نگاه میکنیم. ناهید که میشناسین، خواننده که خیلی قشنگ میخوند، خیلی قشنگ هنوز میخونه. خوشبختانه ایشون ناهید، اسمشون ناهید، فامیلیشون دایی جواد هست، در اصفهان هستم. در خبری که من دارم خوب هست، ایشون حالشون خوبه و خدمتتون عرض کنم که خب قشنگ خوندن، قشنگ میخونن. با غروب کوهستان ناهید اومد، خب کارش هم خوب گرفت. صدای دلنوازی داره، صدای داره که به انسان آرامش میبخشه. ناهید رو گوش میدیم و به چند پیام بازرگانی هم نگاه میکنه. برمیگردیم با هم خواهیم. تو در فتنه از حد گذاری کردی، تو با من ز بد هم بتر کردی. به سوز نگاه دلانگیزان من تشنه را تشنه تر کردی. پس از آرزوها، پس از جستجوها، ره دل به سوی خدا کردم. تو را بین خوبان جدا کردم. خطا کردم ای مه، خطا کردم. دلم را به درد آشنا کردم.
گذرم. پس از آرزوها، پس از جستجوها، ره دل به سوی خدا کردم. تو را بین خوبان جدا کردم. خطا کردم ای مه، خطا کردم. دلم را به دست آشنا کردم. خوشبخت و عاقل کسی است که هر بامداد که از خواب بیدار شود با خود بیندیشد که امروز سعی می کنم بهتر از دیروز باشم. اردشیر. بله دیدید ناهید قشنگ میخونه. ناهید صدای دلانگیزی داره، با آدم یک آرامش به خصوصی میده. امیدوارم که سالیان سال زنده باشن و چون من عرض کردم شنیدم در اصفهان هستن، ایشون شاگردایی دارن که دارن تعلیم میدن. امیدوار هستیم سالها بمونن و از این صداشون و از دانششون دیگران هم بهره برداری کنن، بهره ببرن. من از این بعد براتون سروده های خودم رو براتون میخونم. شعری دارم که در ادبیات، در قسمت ادبیات بهش میگن مستزاد، یعنی در چیز شعری و ادبی به این گونه اشعار میگن مستزاد. اسمش هست دست ما را هم بگیر. هر کجا خواهی روی با منت ای ماه منیر، ما که زیر پای تو گردیده ایم خرد و خمیر، دست ما را هم بگیر. عرض کردم این مستزاده. بی من شیدا مرو از در برون ای خوب چهر، بی من شیدا مرو از در برون ای خوب چهر، گوشه چشمی به ما کن ای نگار سخت گیر، دست ما را هم بگیر. ما به راه عشق تو از جان و مال بگذشته ایم، دستگیری کن تو از این عاشق زار و فقیر، دست ما را هم بگیر. این نباشد رسم و آیین مرام دوستی، ای ستمگر ای رفیق نیمه راه بی نظیر، دست ما را هم بگیر. جمله خاکستر نشینان تو بی اندازه اند، هم ز بازرگان و هم عامی و هم شاه و وزیر، دست ما را هم بگیر. یک نگه کن دور و اطراف خود ای ناز آفرین، یک نگاهی کن دور و اطراف خود ای ناز آفرین، دست بر رخ بیچارگانت خنده ای کن دلپذیر، دست ما را هم بگیر. آب از آبم نخواهد خورد یک لحظه تکان، اگر دست ما رو بگیری هیچ اتفاقی هم نمیفته. آب از آبم نخواهد خورد یک لحظه تکان، نیک خواهی دید عشاق زمینگیر و کبیر، دست ما را هم بگیر. روز اول تو نبودی نازنینم این چنین، روز اول تو نبودی نازنینم این چنین، از چه روی گشتی کنون مغرور همچون ماد شیر، دست ما را هم بگیر. با خبر باش و بدان ای مه جبین تنحریر، با خبر باش و بدان ای مه جبین تنحریر، هر بهاری را خزان گیرد ببر چون زمهریر، دست ما را هم بگیر. هرچه خواهی تو بگو، هرچه خواهی تو بگو، من عاشقانه می کشم، گرچه اینک این چنین گردیدم زار و حقیر، دست ما را هم بگیر. هر کجا خواهی روی با منت ماه منیر، ما که زیر پای تو گردیده ایم خرد و خمیر، دست ما را هم بگیر. به این در اصطلاح ادبی و شعری میگن مستزاد. خدمتتون عرض کنم که شعر دیگه براتون میخونم، اسمش هست من و شمع، غزلی است براتون میخونم. من و شمع. شمع را دیدم ایستاده بر مزار خیشتن، شمع را ایستاده دیدم بر مزار خیشتن، اشک میریزد برای حال زار خیشتن،
شعله‌اش هر لحظه افسون می شود اشکش فزون، یاد می آید ورا ایر و تبار خویشتن. قامتش پیوسته کوته می شد و اشکش روان، چون که او بیند می بیند هر دم روزگار خویشتن. کرده عادت او به خاکستر نشینی بیش و کم، تا خزان سازد بدین گونه بهار خویشتن. گفتمش جان رفیق ما هر دو از یک ریشه ایم، هر یکی سوزیم در پای نگار خویشتن. هر کجا روشن شوی پروانه آگه می شود، جان سپارد گرد رخسار تو یار محجبین. شمع و پروانه شده مضمون صدها بیت و شعر، شمع و پروانه شده مضمون صدها بیت و شعر. هر دو جان بازند در شبهای تار خویشتن. عمری اندر راه جانان سوخته جان داده ایم، عمری اندر راه جانان سوخته جان داده ایم. این روش را هم نمودیم ما شعار خویشتن. الغرض ما هر دو جان بازان بی غل و غشیم، پاک بازان ره عشق در کنار خویشتن. نام ما در دفتر عشاق ماند یادگار، هر دو خاکستر شویم اندر شرار خویشتن. شرار یعنی آتش. نام ما در دفتر عشاق ماند یادگار، هر دو خاکستر شویم اندر شرار خویشتن. شمع را ایستاده دیدم بر مزار خویشتن، اشک می ریزد برای حال زار خویشتن. غزل دیگه براتون میخونم، اسمش از پشیمان. جان بر تن من بود که جانان ز برم رفت، جان بر تن من بود که جانان ز برم رفت. یک چند برم بود و چون مهمان ز برم رفت. دیدی چه جفا کرد به من گردش ایام، صد درد به تن بود که درمان ز برم رفت. با رفتن آن یار که دین و دل من بود، عمر و نفسم همراه ایمان ز برم رفت. این راز نهان بود هویدا شد اکنون، این راز نهان بود و هویدا شد اکنون. افسوس ندانسته و آسان ز برم رفت. دیر است که رنج و غم هجران بنویسیم، آن مست که بود فاقد برهان ز برم رفت. دیوانه او بودم و او بی خبر از من، دیوانه او بودم و او بی خبر از من. افسوس ندانسته و نادان ز برم رفت. او گشته پشیمان و ندارد ره برگشت، ناکرده تفکر چو غزالان ز برم رفت. بنوشت برایم دو سه خط نامه و گفتا، بنوشت برایم دو سه خط نامه و گفتا، برگو به همه ناقض پیمان ز برم رفت. جان بر تن من بود که جانان ز برم رفت، یک چند برم بود و چو مهمان ز برم رفت. یه غزل دیگه براتون میخونم، اسمش از گرفتار. چنان به دام سر زلف تو گرفتارم، که میرسد به جنون عاقبت سر و کارم. چنان به دام سر زلف تو گرفتارم، که میرسد به جنون عاقبت سر و کارم. به بحر عشق تو آنسان شدم پریشان نزار، که هر کجا روم انگشت نما در انظارم. فراق روی تو با کس نمیتوانم گفت، فراق روی تو با کس نمیتوانم گفت. علل خصوص که پیوسته بین اغیارم. غم تو سخت مرا خورد و ناتوان کرده، بیا بیا که ز هجر تو زار و بیمارم. هدف یکیست همانا زیارتت کردن، هدف یکیست همانا زیارتت کردن. به خواب یا که به بیداری یا به گفتارم. بیا شبی تو به خواب من ای الهه ناز، بیا شبی تو به خواب من ای الهه ناز. بهایش ار تو بخواهی به جان خریدارم. رضا مده که وصالت به آن جهان افتد، تفقدی کن و
گاهی بیا به دیدارم. نمی شود ز تو کم قد یک سر و سوزن، ولی دهی تو به من زندگی بسیارم. مکن تو لحظه ای تأخیر بس بود هجران، مکن تو لحظه ای تأخیر بس بود هجران. بیا به روز مبدل کنین شب تارم. رسید جان به لبم غیر از این چه میخواهی؟ رسید جان به لبم غیر از این چه میخواهی؟ بدون بودن با تو ز عمر بیزارم. چنان به دام سر زلف تو گرفتارم، که میرسد به جنون عاقبت سر و کارم. به ویدیوی بعدمون نگاه میکنیم. ایرج مهدیانی که میشناسین، ایشون خواننده خوبی هستن، صدای قشنگی دارن. یه سری تصاویر رقصایی که من تونستم که از اون حالت خشکی براتون بیارم بیرون گذاشتم روی این صدای ایرج مهدیان. با چند پیام بازرگانی هم میبینیم و برمیگردیم با هم خواهیم. بیا عشق مرا دامن باش، من جسم بی جانم مثل یه روح تازه در این تن باش. بی رویت روز و شب اسیر بخت بدم از تنهایی، من بی تو میمیرم برای من معجزه بودن باش. بر تو اسیرم بی تو میمیرم، غم کرده پیرم شده بازم درد من، دل هرزه گرد من شده بازم درد من، دل هرزه گرد من. سر کردم کتاب عشق تو را از بر کردم، گناه شعرم را به پای تو ریختم و پرپر کردم. عمری با جون و دل حرف دروغ تو رو باور کردم، افتادم در ذلت که گوش برف تو ستمگر کردم. بر تو اسیرم بی تو میمیرم، غم کرده پیرم شده بازم درد من، دل هرزه گرد من شده بازم درد من، دل هرزه گرد من. تو برای شعر عاشقانه ای، بهترین واژه عارفانه ای، میونه باغچه آرزوی من، عزیزترین گل بهانه ای. من مثل خزونم تو یه نوبهاری، تو ز درد دوری که خبر نداری. بر تو اسیرم بی تو میمیرم، غم کرده پیرم شده بازم درد من، دل هرزه گرد من شده بازم درد من، دل هرزه گرد من. عشق من با من باش،
باش، بیا بیا عشق مرا دامن باش، من جسم بی جانم مثل یه روح تازه در این تن باش. بی رویت روز و شب اسیر بخت بدم از تنهایی، من بی تو میمیرم، برای من معجزه بودن باش. بر تو اسیرم، بی تو میمیرم، دم کرده پیرم، شده باز هم درد من، دل هرزه گرد من، شده باز هم درد من، دل هرزه گرد من، شده باز هم درد من، دل هرزه گرد من، شده باز هم درد من، دل هرزه گرد من، شده باز هم درد من. حکومت جمهوری بهترین نوع حکومت است و احتیاج به عالی‌ترین افراد دارد، همان کسانی که فعلا در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شوند. آناتول بله، اینم صدای ایرج مهدیان که قشنگ میخونن. خواننده‌ای هستن که بدون ادعان، یعنی میدونین خواننده‌های قدیم و اون کسایی در حال حاضر هم خواننده‌های بسیار خوب مدرن، اینا ادعایی ندارن. خب بعضا میدونین که فکر میکنن فیل هوا کردن، تو سرنا میدمن و اینا، ولی اینا بدون ادعا کارشونو میکنن و مردم هم این گونه رو دوست دارن. غزلی براتون میخونم تحت عنوان مست نگاه. این خدمتتون عرض بکنم، این غزل من حدود 20 سال پیش تاریخ گذاشتم براش، 20 سال پیش گفتم. مست نگاه. هنوزم در دل شوریده‌ام جایی نکو داری، هنوزم در دل شوریده‌ام جایی نکو داری، مکانی بس فریبا که خودن در جستجو داری. هنوزم می تپد قلبم برایت نازنین من، که مانند گل گلخانه‌ای خوش رنگ و بو داری. هنوزم از برای دیدنت پر می کشد روحم، هنوزم از برای دیدنت پر می کشد روحم، که عاشق کش نگاهی دلکش و پر گفتگو داری. هنوزم وقتی آوایت به گوشم میرسد گاهی، شوم دیوانه آن نغمه گرمی که تو اندر گلو داری. هنوزم خوب میدانم که بیمانند و یکتایی، هنوزم خوب میدانم که بیمانند و یکتایی، و صدها عاشق دیوانه جز من پیش رو داری. هنوزم عکس زیبایت نشسته روبروی من، همان عکسی که خندانی و دستی روی مو داری. هنوزم از نگاهت نازنین سرمست میگردم، هنوزم از نگاهت نازنین سرمست میگردم، تو همچون کودکانی و سری پرهای و هو داری. هنوزم میپرستم من تو را با هر زبان گویم، که تو نازآفرین در قلب من جایی نکو داری. هنوزم در دل شوریده‌ام جایی نکو داری، مکانی بس فریبا که خودن در جستجو داری. غزل دیگه براتون میخونم، اسمش هست، شعر میخونم براتون که اسمش هست چه کنم، البته غزل وارست. حالم از دست تو بدجوری خرابه چه کنم، حالم از دست تو بدجوری خرابه چه کنم، دلم از جور تو در رنج و عذابه چه کنم. همچنان طایر بشکسته پری کنج قفس، همه آرزوهام نقش برابه چه کنم. نمیدونم چرا هی بی خودی ماتم میبره، جیگرم خونه و چشمام پر التهابه چه کنم. هرچی فکر میکنم عقلم به جایی نمیرسه، هرچی فکر میکنم عقلم به جایی نمیرسه، خیلی وقته که سوالم بی جوابه چه کنم. همش از خودم میپرسم که با تو چی کار کنم، همش از خودم میپرسم که با تو چی کار کنم. رنجی که میکشم بی حد و حسابه چه کنم. یکی نیست به هم بگه یه راهی بذاره پیش پاهام، شایدم ناصح بیچاره به خوابه چه کنم. میترسم عاقبت از دست تو دیوونه بشم، میترسم عاقبت از دست تو دیوونه بشم، گرچه دیوونگیم این روزا بابه چه کنم. حالم از دست تو بدجور خرابه چه کنم، دلم از جور تو در رنج و عذابه چه کنم. غزل دیگه براتون میخونم، اسمش هست قشنگه. هرچی نگاهت میکنم از سر تا پات قشنگه،
هرچی نگاه میکنم از سر تا پات قشنگه. وقتی نگاه میکنی طرز نگاهت قشنگه. چشمای عاشق کشت آفت جونم شده. چشمای عاشق کشت آفت جونم شده، میکشه آخر منو. برق چشات قشنگه. میدونین بعضی چشما خیلی قشنگه. غنچه لبهای تو شکوفه زار عشقه. غنچه لبهای تو شکوفه زار عشق، دل میبره از همه. فرم لبات قشنگه. یه قشنگه دیگه. دلم هوا تو کرده، پر میزنه تو سینم. خوب میدونم عزیزم حال و هوات قشنگه. حرف دیگه ندارم که قشنگه. دلم شده یه ذره برای عطر موهات. بازی موهای تو رو شونه هات قشنگه. طرز سخن گفتنت خیلی به دل میشینه. خیلی به دل میشینه. با نمک گفتهات لحن و صدات قشنگه. از دستای قشنگت 100 تا هنر میریزه. راه که میری ماه من ناز و عدات قشنگه. گفتم و بازم میگم عزیز نازنینم. هر چی نگات میکنم از سر تا پات قشنگه. وقتی نگاه میکنی طرز نگات قشنگه. یه غزل دیگه براتون میکنم اسمش بوی گل. بوی گل از بوسه هایت میتراود ای نگار مهوشم. خیلی خوبه ها آدم بوسی که میکنه بوی گل بده. بوی گل از بوسه هایت میتراود ای نگار مهوشم. و از نگاه گرم و جان بخش تو جانا هر نفس در آتشم. مستم از آن خنده های دل فریبت ای غزال شوخ چشم. چون کنم من عاشق و دیوانه یار تو، روی تو یار دلکشم. دلبری را پیشه خود ساختی ای دلبر نازآفرین. تا ابد زین دل سپردن مست و شاد و سرخوشم. خنده ها و اشوه هایت، 2 تا شد، یه خنده یه اشوه. خنده ها و اشوه هایت این همه ناز و ادایت. باز ناز و ادا 2 تا شد، این شد 4 تا. آن 2 چشمان سیاهت، پس شد خنده ها و اشوه هایت این همه ناز و ادایت. آن 2 چشمان سیاهت که میشه 6 تا. جملگی را دوست دارم عزیزم عاشق آن هر ششم. یه بار دیگه براتون میخونم. خنده ها و اشوه هایت این همه ناز و ادایت. آن 2 چشمان سیاهت جملگی را دوست دارم من عزیزم عاشق آن هر ششم. جز تو در عالم نخواهم، بی تو یک لحظه نمیخواهم بمانم ماه من. سوگند بر نامت که من دل داده مهنت کشم. خواهم اکنون تو بدانی از برایت چون گلم. خواهم اکنون تو بدانی از برایت چونم ای گل. جان نثاری شیفته شیدا دلی مجنون صفت. دیر آشنای بی غشم. بوی گل از بوسه هایت میتراود ای نگار مهوشم. و از نگاه گرم و جان بخش تو جانا هر زمان در آتشم. خدمتتون عرض کنم غزل دیگه بخونم براتون. اسمش هست عالم پوشوری. تشنم بیش ز حد کاش رسد جام شرابی. تشنم بیش ز حد کاش رسد جام شرابی. چون آدم که تشنه است میگه هر چی برسه یه خوشمزه شیرین خوب باشه که آدم بتونه رفع تشنگی بکنه. تشنم بیش ز حد کاش رسد جام شرابی. همراه ساقی گل چهره آریز حجابی. گرچه ماه رمضان باده حرام است کم و بیش. بهر ما نه گر که از ره برسد باده نابی. دارم امید در میکده ها جمله شود باز. با 200 مطرب و رامشگر و چنگی و ربابی. آن که من در طلبش بودم و هستم همه عمر. باشد آن آزادی مطلق نه سؤالی نه جوابی. آزاد هیچ کس را نکند عیب و ملامت که تو چونی. از چه رو گشتی و بیدار و چرا نیز به خوابی. به من و تو نبود این که روند دوزخ و جنت. یا چرا گشته این گونه چرا در پیچ و تابی.
تو اگر بیل زنی چند بزن بر پس و پیشت، که میدونه یه فرم دیگه هم داره. تو اگر این مؤدبانه شه دیگه. تو اگر بیل زنی چند بزن بر پس و پیشت، کلاه خیش نگهدار که خود سخت خرابی. من نه در گور کسی خوابم موند، نه کس در بر من، دانم این را که نباشد نه حسابی نه کتاب. برو خوش باش که دنیا همه هیچ و پوچ است، لحظه هستی و آن لحظه دیگر همچو شهابی. روی آنجا که کسی را نبود راه گریزی، جمله ادیان همه یکسان و نه درد و نه عذابی. تشنه‌ام بیش صحت کاش رسد جام شرابی، همراه ساقی گلچهره آریز حجابی. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردم و از نظر گرامی شما گذشت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه‌ای که امروز ملاحظه فرمودید، خب میدونید روز چهارشنبه معمولا این برنامه ما لایو هست. تکرار بعدیش یک شنبه است ساعت 4 بعد از ظهر، 4 و 4 5 دقیقه، 4 و 10 دقیقه، 1 رو بعد از ظهر، و تکرار بعدش دوشنبه شب آیندهشه ساعت 10 و 45 دقیقه، 10 و 50 دقیقه شب بعد از برنامه آقای دکتر شمعی که ایشون روانپزشک هستن. فراموش نکنیم جوهر آدمی هنر اوست و اگر تمام این کسانی که الان در دنیا این همه کثافت کاری میکنن اگر آدم باشن از این کارا نمیکنن. جوهر آدمی هنر اوست و هیچ هنری بالاتر از انسان بودن نیست. تا برنامه آینده بهترین لحظات، دقایق و ساعت‌ها رو براتون آرزو می‌کنم.